این همون روز است که پیغمبر میگفت ما دروغ میدانستیم. این همون روز است که داعی ها و علما ها میگفتیم ما شوخی میفهمیدیم. همون روز است. ملائکه های پر دهشت، ملائکه های بیرحمی که خدا آفریده است، آن روز با سیاست، با قواقی گرانده، با حیبت جواب میگویند به این منکر قیامت: هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. این است همان روز قیامت، این است همان روز جدا شدنی بین کافر و مؤمن، این است همان روز جدا شدنی بین روزخور و روزدار که دنیا تو دروغ میدانستی. این است همان روز. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید. فرمان از پروردگار می شود. به نمازها رو با همراهی به نمازها، روزخورها رو با همراهی روزخورها، یهودی ها رو با یهودی ها، مسیحی ها رو با مسیحی ها. اهل توحید، اهل مسجد با مسجدی ها. مسجد منکنار همراه رهبراشان، روی خطگیران همراه مسئولاشان حشر کن. وقفوهم انهم مسئولون. اینها رو زود به دوزخ نبرید، اینها رو نگه دارید. الان از اینها پرسیده بشود، باید جواب دهند. باید اینها جواب دهند برای چه مسجد آمدن؟ برای نماز خواندن یا برای روی خط گرفتن؟ برای چی آمدن؟ اینا باید جواب دهند. وقفوهم انهم مسئولون. چگونه شما روی خط میگیرید؟ به شرم ها شما را هم روی خط گرفت ایستادیان. ما لکم لا تناصرون. امروز شما را رهبراتان نمیتوانند یاردم کنند. امروز سپارش دهنده ها شما را نمیتوانند از عذاب خدا، از عذاب دوزخ نجات دهند. ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. که آرو رهبراتان خاموشن، آرو رهبراتان مظلومن، رهبراتان مهر زده شدن. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وای به حال شما. الله